بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال موفق و پیروز و سربلند باشید و در تلاوت آیات کلام پاکش هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. با شما عزیزان هستیم با آیات دیگر از سوره مبارکه البقره و مفاهیم دیگر از این سوره عظیم. در درس‌های گذشته به همراه شما گرامیان تا آیه 177 از این سوره مبارکه رو پیش رفتیم و در آیه 177 این آیه عظیم بخشی از آیه رو به تلاوت گرفتیم به همراه شما گرامیان و به ترجمه معانی این آیه پرداختیم. آیه بر معروف و مشهور، آیه 177 سوره مبارکه بقره که مفسرین این آیه را خلاصه دین نامیدن که بخش‌های مختلفی رو در موضوع اعتقادات و موضوع عبادات و موضوع معاشرات و اخلاق در بر گرفته است. آیه بسیار جامع و کاملی است. در درس گذشته بخش اول این آیه را به همراه شما سروران که مرتبط به موضوع بحث اعتقادات بود به تلاوت گرفتیم و در این برنامه بخش دوم این آیه رو که بحث‌های بسیار مهمی رو در خود جای داده است رو به تلاوت خواهیم گرفت. الله متعال در این آیه می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین و ابن السبیل و السائلین. تا اینجا رو به همراه شما سروران پیش خواهیم رفت. الله متعال در ابتدای آیه فرمود که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نیکی، خیر و دامنه وسعت خیر فقط به این منحصر نمی شود که شما روی خود را به سمت مشرق بکنید یا به سمت مغرب بکنید. تنها خیر و نیکی این نیست که شما جهت قبله خود رو تشخیص بدید که فقط این طرف باشید یا آن طرف باشید. لیس البر ان تولوا قبل المشرق لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نیکی به این منحصر نمی شود و خیر به این منحصر نمی شود که شما فقط به سمت مشرق رو بکنید یا به سمت مغرب و مهم در این نیست که فقط قبله چی باشد. ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر. نیکی، خیر و تقوا این هست که شما این مواردی رو که الله متعال اشاره می‌کند اینها رو شما در زندگی خود بیاورید. اصل این هست. جهت قبله که یک امر فرعی در موضوع دین هست، این موضوع رو زیاد سخت نگیرید. اگر قبله به سمت مسجد الاقصی بوده قبلا و به سمت مسجد الحرام شده بعداً، نیکی حقیقی، تقوای حقیقی، خیر و احسان حقیقی این هست. ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. اصل این هست که اعتقاد شما درست باشد. در مرحله اول ایمان داشته باشید به الله متعال، ایمان داشته باشید به روز آخرت، ایمان داشته باشید به ملائکه آسمانی و ایمان داشته باشید به کتاب‌های آسمانی و پیامبران الهی. این موارد رو که 5 رکن از 6 رکن ایمان هستند به تفصیل درباره اون صحبت کردیم. الله متعال صحبت از ایمان به الله متعال نمود در ابتدا، زیرا که ایمان به الله متعال سرآغاز و شروع
این موضوع هست و بعد ایمان به آخرت پایان هست و در ابتدا و پایان، بین ابتدا و پایان الله متعال برای ما پیامبرانی فرستاده و این پیامبران وسیله ملائکه‌ای یاری نموده که کتاب‌های خود را به آنها برساند و به همین خاطر بعد از اینکه ابتدا و انتها ذکر شد ایمان به الله متعال و ایمان به آخرت، در این میان ملائکه و کتاب‌هایی که ملائکه آوردن و پیامبرانی که با آنها رسالت انبیاء الهی رسیده است رو الله متعال ذکر کرد که به تفصیل درباره هر کدام از این بخش‌ها در برنامه گذشته صحبت کرد. الله متعال در ادامه برای ما موضوع دیگری رو مطرح می‌فرماید. موضوع عبادت‌ها و بخش بزرگی از دین که مرتبط می‌شود به عمل کردن. دین تنها بحث باور و اعتقاد نیست که انسان فقط یک موضوعی رو قبول داشته باشه و در قلب خود باور داشته باشه و اعتقاد داشته باشه. اعتقاد بسیار مهم است، قدم اول است، اما تنها اعتقاد کافی نیست. اگر کسی فکر بکنه که به ایمان به الله متعال، با ایمان به الله متعال و ایمان به روز آخرت و ملائکه آسمانی و کتاب‌های آسمانی و ایمان به پیامبران الهی، با ایمان به این ارکان ایمان فقط مسلمان می شود و وضعش خوب میشه دیگه، فقط اینها رو قبول داشته باشه، حالا هر کاری هم کرد یا نکرد زیاد مهم نیست بقیه‌اش، مهم این است که اینها رو قبول داره، سخت در اشتباه است. ایمان تنها اقرار با زبان و یا تنها اعتقاد قلبی نیست. ایمان عمل به آن چیزی است که الله متعال ما دستور داده. چند بخش دارد ایمان. ایمان در مرحله اول باور قلبی است، بعد اعتراف و اقرار زبانی است و سپس عمل به آنچه که الله متعال برای ما دستور داده است. و اگر قرار باشه که فقط ایمان منحصر بشود به اعتقاد قلبی و اقرار زبانی، خب ابلیس هم همه این موارد رو قبول دارد و ما در آیات کلام الله مجید می‌بینیم که الله متعال وقتی برای ما از ابلیس صحبت میکنه، ابلیس ایمان به الله متعال رو باور دارد و قسم میخوره به عزت الله متعال. قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین. الله متعال میفهمه شیطان گفت قسم به عزت تو بر الله پروردگارا که من همه این انسان ها رو گمراه خواهم کرد. و همچنین الله متعال باز به نقل از شیطان و ابلیس برای ما میفرماید که شیطان گفت که خلقتنی من نار و خلقته من طین. وقتی الله متعال فرمود که چرا سجده نکردی وقتی تو رو امر کردم که سجده بکن به آدم در سوره مبارکه اعراف، الله متعال میفهمد که شیطان گفت خلقتنی من نار، تو من رو از آتش خلق کردی. اینجا اعتراف میکنم این که الله متعال خالق اوست و قبول دارد که الله متعال خالق اوست و همچنین قبول داره ملائکه رو، چون ملائکه رو دیده، اصلا در جمع ملائکه بوده است. ملائکه رو با چشم سر دیده، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل رو از نزدیک دیده است. ما درباره اونها شنیده ایم و ایمان آوردیم و ندیده ایمان آوردیم. ابلیس که در جمع اونها بود اصلا و به خاطر همین رانده شد که وقتی دستور به ملائکه و به او رسید که به آدم علیه السلام سجده بکنن سجده نکرد. کتاب‌های آسمانی رو هم قبول دارد و یقین دارد که این کتاب‌ها، قرآن کریم و اصل تورات و اصل انجیل و بقیه کتاب‌های آسمانی از سوی الله متعال نازل شدند بر ملائکه او و به انبیای الهی رسانده شدند. انبیای الهی را به عنوان اینکه اینها پیامبران الهی بودند یقین دارد که محمد مصطفی علیه السلام پیامبر الهی بوده است و رسالت الهی را به مردم میرسانده است و پیامبران دیگر. ابلیس این موارد پنجگانه‌ای که در ابتدای آیه ذکر شده است، ایمان به الله، ایمان به روز آخرت، ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به پیامبران الهی، این پنج مورد رو ابلیس هم قبول دارد. ابلیس اینها رو قرآن کریم به ما میگوید که اینها رو قبول دارد. اگر ایمان منحصر بشه فقط به باور قلبی و انسان دل خوش بکنه، من که خب قیامت رو قبول دارم، الله رو هم قبول دارم و قبول دارم قرآن کلام الله متعال هست، پیامبر الهی رو هم، پیامبران الهی رو دوست دارم و قبول دارم، ملائکه رو هم قبول دارم که هستن، اما هیچ عملی نمیکنه، اما نمازی نمیخونه، اما روزه‌ای نمیگیره، اما زکاتی پرداخت نمیکنه، اما حلال و حرام رو رعایت نمیکنه، اما گناهان رو ترک نمیکنه، اما عبادت‌هایی رو که الله متعال به آن امر نموده است انجام نمیده. خب این انسان به چی دلخوش است؟ به کجای ایمان خود دلخوش است؟ ما در حدیث جبریل علیه السلام که معروف است حدیث جبریل داریم که جبریل علیه السلام به شکل انسانی میآید و محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایشان سوال‌های میپرسد که ایمان چیست. و اونجا
رسول الله علیه السلام فرمود که ایمان به معنای این هست که شما ایمان بیاورید به الله متعال و ملائکه او و کتاب‌های آسمانی و پیامبران الهی و روز آخرت و قضا و قدر الهی، شرش و خیرش که همه از جانب الله متعال هستند. اینها مفهوم ایمان است، عبادت‌های قلبی است. بعد از اسلام پرسید و رسول الله علیه السلام 5 رکن اسلام رو گفت که شهادت ان لا اله الا الله، شهادتین رو با زبان بگویی و نماز بخوانی و زکات بدهی و روزه بگیری و حج بیت الله الحرام رو انجام بدی اگر استطاعتش رو داشته باشی و توانمندیش رو داشته باشی. اونجا فرمود که این اسلام است. و بعد احسان رو معرفی کرد که احسان چیز فرمود. احسان این است که الله متعال رو به نحوی عبادت بکنی گویی تو او را میبینی و اگر تو او را نمیبینی او که تو را میبیند. اینجا در کنار هم قرار گرفتن معنای ایمان و معنای اسلام، وقتی که کنار هم قرار میگیرند در یک آیه، در یک حدیث، وقتی که ایمان و اسلام با هم می آیند، ایمان به عبادت‌های قلبی گفته می شود، اسلام به عبادت‌های ظاهری. اما وقتی جدا می آیند هر دو معنی یکدیگر رو در بر می گیرند. الله متعال در سوره حجرات می فرماید قالت الاعراب آمنا. اعراب بادیه نشینان گفتن ما ایمان آوردیم. الله متعال می فرماید که به اونها بگو نه، شما هنوز ایمان نیاوردید. قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. شما ایمان نیاوردید، شما تسلیم شدید، ظاهرا عبادت‌های ظاهری رو انجام می‌دهید، اما ایمان در دل و شما اون ایمان حقیقی هنوز داخل نشده است. وقتی که اسلام و ایمان کنار هم بیاید، بله ایمان اون موقع معنا میشه به تصدیق قلبی و عبادت‌های قلبی. اما وقتی که به معنای عموم نگاه می‌کنیم، اسلام رو به تنهایی یا ایمان رو به تنهایی، هر دو تا یک معنی میدن. ایمان تنها این نیست که انسان ایمان، وقتی که میگوییم ایمان داشتن، معنی اسلام رو هم در خود دارد وقتی ایمان به تنهایی می آید. اسلام وقتی میگوییم معنای ایمان رو هم در خود دارد. اسلام یا ایمان به معنای عامشان این هست که انسان عبادت‌های قلبی داشته باشد، تصدیق قلبی داشته باشه و این رو در عمل هم نشان بدهد. این رو بعضی‌ها دچار اشتباه شدن، فکر می‌کنن که ایمان فقط منحصر میشه به این که انسان تصدیق قلبی بکنه و عبادت‌های قلبی رو انجام بده و در عمل اگه انجام داد یا انجام نداد هیچ تأثیری در ایمان او ندارد. اگر قرار باشه خب ایمان این باشه، خب شیطان هم این ایمان رو داره، ابلیس هم این چیزا رو قبول داره. معنای ایمان به صورت خاص خود وقتی در کنار اسلام قرار می‌گیرد، اون میشه تصدیق قلبی و باور قلبی و اعتقادات درونی و باطنی، اما و اعتقادات و عبادات قلبی. اما وقتی که به معنای عامترش نگاه میکنیم، ایمان به معنای عامش همه اینها رو در بر میگیره. ایمان هم تصدیق قلبی است، هم اقرار زبانی است و هم عمل به ارکان است. الله متعال در ادامه میفرماید که نیکی، خیر، تقوا، در همین سوره ما داریم که الله متعال میفرماید بر ولکن البر من اتقی. بر همون تقوا است، همون نیکوکاری است. نیکوکاری این نیست که شما فقط در قلب قبول داشته باشید، باید در عمل نشون بدید. شما در عمل باید ثابت بکنید که آنچه رو که در قلب باور داری واقعا به او باور داری. در عمل باید نشان بدهید. و اینجا برای ما در ادامه آیه الله متعال مواردی رو ذکر می‌فرماید که مرتبط به عبادت هاست، مرتبط به اعمال ماست و رفتار ماست. و جالب است قبل از اینکه موضوع اعمالی به مانند نماز ذکر بشود، به مانند زکات ذکر بشود، الله متعال صحبت از یک بخش دیگری می‌کند. یک موضوع مهم دیگری رو برای ما ذکر می‌فرمایند. در ادامه می‌فرماید و آت المال. نیکی این است، خیر این است، تقوا این است که انسان بعد از اینکه ایمان داشت در قلب خود به ارکان ایمان، بعد از او در میدان عمل هم خودش رو نشون بده. و آت المال، یکی از آزمایش‌های مهمی که انسان در زندگی با او مبتلا می‌شود موضوع مال است. و آت المال، بخشیدن مال، علی حبه، با وجود محبتی که فرد به مال دارد، با وجود اینکه مال نزد ما یک شیء محبوب و دوست داشتنی است. الله متعال می‌فرماید یکی از نشانه‌های بر، نشانه‌های تقوا، انسان‌های متقی، انسان‌های نیکوکار، انسان‌های خوب، یک مسلمان واقعی این هست که مالی رو که الله متعال به او داده است در این مال خود یک مواردی رو رعایت بکنه، افرادی رو فراموش نکند که در این مالی که الله متعال به او داده است و فی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم، و در اموالی که الله متعال می‌فرماید در اموالی که به شما داده شده است یک حق معلومی است، مشخصی است برای انسان سائل، برای نیازمند، برای انسان محروم. الله متعال برای ما اینجا صحبت از انفاق می‌کند. و آت المال علی حبه. مال یک موضوعی است که الله متعال باز در سوره مبارکه آل عمران آیه 14 می‌فرماید زین للناس حب الشهوات من النساء
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا. خدای متعال می‌فرماید برای انسان مواردی در دنیا زینت داده شده است و اینها ما انسان‌ها ذاتاً این چیزها رو دوست داریم. یکی از این موارد بسیار مهم والقناطیر المقنطرة، ثروت‌های هنگفت، سواری‌های آنچنانی، مزرعه‌ها و حیواناتی که انسان اونها رو در چراگاه‌ها رشد میده و به دنبال به دست آوردن مال دنیاست. مال یک شیئی است که در وجود ما انسان‌ها محبت او رو خدای متعال گذاشته است. مال برای انسان‌ها عزیز است، مال برای انسان‌ها محبوب است. و خدای متعال می‌فرماید شما وقتی که خدای متعال به شما مال می‌دهد، از این مال خود باید در راه حل مشکلات جامعه استفاده بکنید. اینطور نباشد که به شما مال داده است خدای متعال و بی تفاوت نسبت به دیگران باشد. یکی از زیبایی‌های دین مبین اسلام همبستگی اجتماعی است. دیگران رو هم در نظر گرفتن، به فکر دیگران هم بودن، فقط به فکر خودش انسان نباشد. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو کز محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. این شعر سعدی الله متعال رحمتشون کنه بسیار محتوای عجیبی رو در بر دارد و همون مفهومی است که قرآن کریم برای ما با عنوان همبستگی اجتماعی از اون یاد میکنه و قرآن کریم ما رو تشویق میکنه و ترغیب میکنه به این موضوع این که فقط به فکر خودت نباش. در جامعه اسلامی، در جامعه‌ای که زندگی میکنی فقط نباید به فکر خودت باشی. تو وقتی که یک مسلمان خوب میشی، وقتی یک انسان متقی میشی، وقتی یک انسان باورمند حساب میشه که نسبت به دیگران بی تفاوت نباشی. در سوره مبارکه آل عمران آیه 92 خدای متعال میفرماید لن تنالوا البر، هرگز به مقام بر و نیکوکاری و تقوا و خیر نمیرسید. این آیه هم بحث بر رو داره. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بر، نیکوکاری، تقوا رو هرگز به دست نمی آورید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تا وقتی که انفاق نکنید از آنچه که الله متعال به شما عنایت کرده است، آنچه رو که الله متعال به شما داده، از آنچه که دوست دارید. حتی تنفقوا مما تحبون، آنچه را که دوست دارید از آن انفاق بکنید در راه الله متعال. انفاق یک باب بسیار مهمی است در قرآن کریم که بسیار بسیار درباره اون صحبت شده و آیات فراوان خصوصا در سوره مبارکه بقره در بخش‌های پایانی سوره مبارکه بقره 3 صفحه حدوداً الله متعال مفصل 4 صفحه درباره انفاق و درباره خیرات صحبت می‌فرماید و درباره فضایل این. مثل الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة والله یضاعف لمن یشاء. در آیه 261 این سوره الله متعال در سوره مبارکه بقره می‌فرماید که مثال کسانی که در راه الله متعال انفاق می‌کنند به مانند دانه گندمی است که 7 خوشه از اون میروید و در هر خوشه 100 دانه وجود دارد. یعنی 700 برابر الله متعال به او اجر پاداش میدهد و الله متعال بیشتر از این به هر کسی که بخواهد میدهد. انفاق یک باب بسیار بزرگی است در دین مبین اسلام که یک بخشی از دین ماست. دین عبادت تنها نماز و روزه و زکات و حج نیست. عبادت تنها این نیست که انسان خودش رو از گناهان دور بکنه. عبادت تنها این نیست که انسان قبول داشته باشه آخرتی هست، حساب کتابی هست، الله متعال هست و قرآن کلام الله متعال هست و پیامبران الهی هستند. انسان در رفتار خود باید نشان بدهد. بخش بزرگی از دین ما اخلاق است. اخلاق جزئی از دین ماست، عبادت است. اینها الله متعال در این آیه بارها به موضوع اخلاق اشاره میکنه و یکی از بزرگترین انواع اخلاق در نظر گرفتن دیگران است، رسیدگی به دیگران است، انفاق برای دیگران است. الله متعال در موضوع انفاق بارها و بارها ما رو تشویق کرده. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، کسانی که انفاق میکنن مالهای خود رو در راه الله متعال. ثم لا یتبعون ما انفقوا، سپس آنچه را که انفاق کردن، بعد از اینکه انفاق کردن این انفاق خود رو با منت گذاشتن و آزار و اذیت کسی که به او انفاق کردن از بین نمیبرند. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در آیه 262 سوره مبارکه بقره الله متعال میفرماید کسانی که انفاق میکنن بعدش منت نمیگذارن سر کسی که با انفاق کردن، آزار و اذیتش نمیکنن به خاطر این انفاقی که کردن،
اینها خالصانه برای الله متعال انفاق میکنن، اینها اجر و پاداش اونها نزد الله متعال محفوظ است. نه ترسی روز قیامت خواهند داشت از آنچه پیش روی آنهاست و نه حزنی خواهند داشت بر آنچه که گذشته بر آنها. انفاق بسیار یک باب عظیم و بسیار باب بزرگی است در قرآن کریم که الله متعال ما رو تشویق میکنه و میفرماید و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، هر چیزی که انفاق بکنید برای خودتون کردید. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، فقط به خاطر رضایت الله متعال انفاق بکنید. و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم انتم لا تظلمون، و آنچه که برای الله متعال در راه الله متعال انفاق میکنید، الله متعال آن را به شما کامل بلکه بیشتر و بیشتر از اون رو پس خواهد داد و هیچ ظلمی به شما نمی شود. انفاق یک باب بسیار عظیمی است در دین. بخشیدن از آن چیزی که انسان دارد. علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. انسان ثروتمند به اندازه خودش، انسانی که قدرت کمتری از لحاظ اقتصادی داره به اندازه خودش. انفاق تنها برای ثروتمندان نیست، برای هر کسی در هر رده و هر قدرتی مالی که وجود داره در توانش هست، در هر رده‌ای که هست، هر چقدر که توان داره، هر چقدر که انسان میتونه در راه الله متعال انفاق بکنه. ولو اینکه رسول الله علیه السلام فرمود که شما یک بخشی از خرما رو بدید، نصف خرما رو بدید، اتقوا النار ولو بشق تمرة، شما خود را از آتش دوزخ نجات بدید ولو با نصف یک خرمایی. انسان اتفاقا اگر شرایط مالی خوبی نداشته باشه و انفاق بکنه، اجر و پاداشش بیشتر است نزد الله متعال از اون کسی که شرایط مالی بسیار خوبی دارد. کسی که میلیون ها و میلیاردها داره، اگر مثلا بیاد حالا هزاری هم خرج بکنه و قدر نشان نمیده خودش رو، اما کسی که کل سرمایه‌اش هم این 1000 است و میاد از این 1000 100 تاش رو میاد و میبخشه در راه الله متعال، این عشر مال خود رو داده، 1/10 مال خود رو در راه الله متعال انفاق کرده است. انفاق، انسان وقتی که انفاق میکنه، در آیات قرآن کریم بحث‌های بسیار مفصلی در این باب هست درباره انفاق و رسیدگی به دیگران و کمک به دیگران. اینجا در این آیه الله متعال برای ما از این موضوع صحبت میکنه که چه کسانی رو باید بیشتر در موضوع عبادت مالی و انفاق مد نظر قرار بدیم و اولویت قرار بدیم برای آنها. و آت المال علی حبه، یکی از نشانه های انسان های متقی و نیکوکار این است که مال خود را میبخشند با وجود اینکه مال را دوست دارند. این یک بخش اشاره لطیف دیگری اینجا آیه این دارد که وقتی شما یک شیء را میبخشید به دیگران، مالی را ببخشید که خودتان دوست دارید. در همین سوره مبارکه بقره در آیه 267 الله متعال میفرماید که ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه، شما نشود وقتی که انفاق میکنید مالی را ببخشید، مال اگر به خود شما کسی بدهد، شما به زور و با اکراه اون مال رو به دست میآورید. مثلا وقتی که میبخشه به دیگران، مال خوبی را بخشه که خودش استفاده میکنه، نه که بیاد رو لباسای خودش بچرخه بگه خب این لباس که لباس خوبی است، اینو ضرر میکنم اگر بدم. لباسی که پاره است و دیگه خودش اصلا استفاده نمیکنه، از مد افتاده، رنگش پریده، سوخته، اتوی گوشش رو سوزونده، این رو ببره و ببخشه به فقرا و مساکین. یا غذایی رو که الان دیگه تاریخ مصرفش تمام شده، یا این غذایی که داره فاسد میشه، یا غذایی که خودش دیگه نمیخوره، میگه خب از این که بریزیم سطل آشغال بدیم به همسایه یا فلانی و فلانی نیازمنده بخوره. این شایسته نیست، انفاقی نیست. انفاق این است که انسان و آت المال علی حبه، آن مالی را که دوست دارد، اون مالی که هنوز داری استفاده میکنی، تو داری بر الله متعال این رو پیش میکنی، یک شیئی که شایسته باشد. چیزی رو به دیگران هدیه بده که اگر کسی به خودت هدیه داد، اون رو بپذیری با طیب خاطر. چیزی رو که حاضری به عنوان هدیه از دیگران قبول بکنی، همون رو به عنوان هدیه به دیگران بده. ما متاسفانه برای برخی از آشنایان خودمون، برای برخی از محفل‌ها، برای برخی از مدیرها، برای رئیس‌های خودمون، برای همسایه‌های خاص، میهمان‌های خاص، بهترین هدایا رو میاریم و به اونها میدهیم. اما وقتی که به نیازمندان میرسه، اون پایین‌ترین هایی که در دست ما هست، میگردیم برای صدقه دادن پول خوردی پیدا بکنیم به دیگران بدیم، در حالی که بزرگان ام المؤمنین عایشه رو میفرمایند که درباره ایشون میگویند که وقتی که هدیه میداد، اون سکه های طلایی رو که دینارهایی رو به هدیه میداد که سکه طلا بود، اونها رو هم عطر میزد، حتی وقتی که هدیه میداد، که وقتی که به اون رو به فقیر میده خوشبو باشه، حتی بوی اون سکه طلا بوی خوشی باشد. الله متعال میفرماید و آت المال علی حبه، از آنچه که دوست دارید ببخشید، برای خودتون میبخشید، آنچه میبخشید برای خودتون میماند. و آت المال علی حبه ذوی القربى، اولین دسته رو که الله متعال میفرماید اولویت دارند در انفاق و بخشش و اینکه شما
در مال خود به اونها رسیدگی بکنید. وقتی الله متعال به تو مالی داده است، عبادت نافله تو انفاق است. عبادت نافله برای هر مسلمانی متفاوت. هر مسلمانی بعد از عبادت‌هایی که برای او واجب است، وقتی میخواد یک عبادت نافله انجام بدهد، عبادت نافله او با توجه به اون نعمت‌هایی است که الله متعال به او داده است. شما یک الله متعال به شما مال داده است و ثروتمند هستید و الله متعال به شما فرصتی داده، تجارتی داده، رونقی در مال شما داده است. عبادت نافله شما این نیست که روز تا شب بشینی روزه بگیری، شبها بشینی تهجد بخونی، روزی بشینی 10 جزء قرآن کریم بخونی و بشینی برای خودت عبادت‌هایی رو انجام بدی که هر کسی میتونه انجام بده. عبادت انسان ثروتمند، مالدار و تاجر انفاق مال اوست. بخل نکنید در این زمینه. سرمایه رو برای کی ذخیره می‌کنی؟ بعد از مرگت برای کی نگه می‌داری اینها رو؟ به ولله اون روزی که بمیری فرزندان تو، وارثان تو به خاطر این ارث و میراث تو سر یکدیگر جنگ میکنن، دعوا میکنن. حاضر نیستن بعد از مرگ تو 1 ریال رو برای تو خرج بکنن. حاضر نیستن بعد از مرگت هیچی برای تو خرج بکنن. خودت در زندگی خودت برای خودت خرج بکن. اگر میخوای وصیت نکن که بعد از مرگ من مسجدی درست بکنید، چای آبی درست بکنید. الان که زندگی خودت برو چای آبی حفر کن. الان مسجدی درست بکن. الان به یتیمان کمک بکن. الان به مسکین ها کمک بکن. الان بیمارستانی رو آباد بکن. الان که زنده هستی خودت با دست خودت این کارو بکن. بهترین انفاق اون انفاقی است که انسان وقتی زنده است اون رو انجام میدهد. و عبادت نافله انسان ثروتمند این هست که انفاق بکند. عبادت نافله انسان قدرتمند این است که از ظلم ظالم جلوگیری بکنه، مظلوم رو یاری بکنه، نصرت بکنه. عبادت نافله انسانی که عالم هست این هست که علم خودش رو نشر و پخش بکنه، دعوت بکنه، امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه. هر کسی با توجه به اون نعمتی که الله متعال به او داده است، عبادت نافله او تعریف می شود. بهترین عبادت نافله برای هر کسی اون توانایی هایی است که الله متعال در اختیار او قرار داده و دیگران این توانمندی رو ندارند. اون رو باید در اختیار دیگران قرار بدن. الله متعال می‌فرماید و آت المال علی حبه ذوی القربى. اون کسانی رو که الله متعال به اونها مال داده است. هر کسی که مال داره بیشتر، هر کسی کمتر داره حتی کمتر. هر مسلمانی باید اون توانمندی رو که داره در راه انفاق از او بخشی رو استفاده بکنه. و آت المال علی حبه ذوی القربى. اولین گروه ذوی القربى هستن، خویشاوندان. ذوی القربى خویشاوندان. یا به تعبیر دیگری صله رحم، کسانی که در رحم با ما مشترک هستند، در رحم مادر، در رحم مادر بزرگ، مادر بزرگ مادری، مادر بزرگ پدری، اینها همه میشوند صله رحم، اینها میشوند ذوی القربی، اینها میشوند خویشاوندان. مادر بزرگ مادری و مادر بزرگ پدری و فرزندان اونها رو حساب بکنید. اینها و مادر خود ما و شما، اینها میشوند هر کسی که در رحم مادر و مادر بزرگهای ما با ما مشترک است. و اینها از دایی بگیرید، از خاله بگیرید، از عمو بگیرید، از عمه بگیرید و فرزندان آنها و خواهر و برادر، اینها همه در صله رحم داخل هستند. انسان مسلمان باید نسبت به صله رحم خود حساس باشد. الله متعال در آیات مختلفی ما رو تشویق میکنه به موضوع رسیدگی به ذوی القربی. اولین کسی که نسبت به تو حقدارتر است از دیگران به احسان تو، به لطف تو، به انفاق تو، به مال تو، خویشاوندان تو هستند و در رأس اونها والدین هستند. و بالوالدین احسانا و ذی القربی. در آیه 83 همین سوره الله متعال میفرماید از پیامبران بنی اسرائیل عهد گرفتم، از موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و امتهای گذشته که شما به خویشاوندان خود رسیدگی بکنید، بی توجه به آنها نباشید. ذوی القربی و ذوی القربی خویشاوندان میشوند. هر کدوم از افرادی که خویشاوندان ما هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیصل رحمه. هر کسی که ایمان دارد به الله و روز قیامت باید صله رحم خود رو برقرار بکنه با خویشاوندان خود، با اینهایی که در رحم با ما مشترک هستند. خصوصا با اینها باید ارتباط بگیرد، با اینها باید محبت بکنه، با اینها باید رفتار خوبی داشته باشه. هر کاری از دست او برمی آید در راه حل مشکلات آنها باید هر قدمی میتونه برداره و برای اونها کمک بکنه، از حال اونها رسیدگی بکنه، در شادی های اونها شرکت بکنه، در غم های اونها با اونها غم شریکی بکند و در مشکلات اونها سعی بکنه مشکلی رو در حد توانش از اونها رفع بکنه و با اونها رسیدگی بکنه. صله رحم. رسول الله علیه السلام فرمود هر کسی که میخواهد رزق بر روزی او زیاد شود
و الله متعال در عمر او برکت عنایت کند و عمر او طولانی شود، صله رحم را به جای آورد. یکی از درهای رزق و روزی رسیدگی و خبر گرفتن و ارتباط گرفتن با خویشاوندان و از ایجاد صله رحم است. صله رحم، پدر و مادر، همسر، فرزندان، بهترین مالی رو که انسان انفاق میکند، بهترین مالی رو که میتونه صدقه بکنه، اون مالی است که برای خانواده خودش خرج میکنه، برای همسرش خرج میکنه، برای فرزندانش خرج میکنه، برای پدر مادر خودش خرج میکنه و سپس برای خویشاوندان خود، برای کسانی که در اطراف او هستند. از خویشاوندان، کسانی که مال دارن، خیلی بده، خیلی زشته در یک خانواده انسان تاجر ثروتمندی وجود داشته باشد و بعد دوربری‌های او، خویشاوندان او، نزدیکان او، خانواده او فقیری در بین اونها پیدا بشه، نیازمندی باشه که محتاج غذای خودش باشه، محتاج لباس خودش باشه، محتاج مخارج زندگی خودش باشه، نیازمند باشه، دستش پیش کسی دیگری دراز بشه. این خیلی بده، این خیلی زشته. در شأن یک انسان مسلمان ثروتمند و تاجر و صاحب مال نیست که در فضایی که زندگی میکنه خانواده دور بر او، خویشاوندان او نیازمند باشند و این به اونها رسیدگی نکنه. این یک بخشی از دین است، این یک اختیار نیست، این یک بخشی از دین ماست. الله متعال میفرماید تنهایی نیست که تو فقط بگی من الله رو قبول دارم و قیامت رو قبول دارم و کتاب‌های آسمانی رو قبول دارم و ارکان ایمان همه رو قبول دارم. نه، در میدان عمل هم باید عمل بکنیم. تنها نماز خواندن کافی نیست، تنها روزه گرفتن کافی نیست. تو باید مشکل دیگران رو حل بکنی، باید در حل مشکل دیگران سهیم باشی. این یک وظیفه شرعی است، یک وظیفه دینی است، این یک اختیار نیست، این یک وظیفه شرعی است. اولین گروهی که انسان نسبت به اونها وظیفه دارد صله رحم ذوی القربی خویشاوندان هستند. خویشاوندان خودمون رو دریابیم، به اونها رسیدگی بکنیم، از اونها خبر بگیریم، به اونها احسان بکنیم، با اونها ارتباط داشته باشیم، با اونها قطع رابطه نکنیم. بعضی وقتا بعضیا میگن خب طرف آدم خوبی نیست، آدم گناهکاری است، به خاطر خدا من با اون قطع رابطه کردم. اگر بتونیم همدیگر رو فریب بدیم، الله متعال رو نمیشه فریب داد. اگر واقعا کسی خالصانه فقط به خاطر الله متعال با یک کسی قطع رابطه کرده، به خاطر اون گناهش، معصیتش، بین خودش و بین الله است. اما اگر به خاطر اینکه به من برخورده، به من توهین کرده، به من اهانت کرده، خونه من نیامده، جواب تلفن من نداده، این توجیه پذیر نیست. رسول الله علیه السلام فرمود صله رحم اون کسی انجام میدهد که با کسی که از او قطع رابطه کرده ارتباط میگیره، وگرنه جواب نیکی که نیکیست. هر انسان خوبی با هر انسان خوبی ارتباط داره و کسی که با شما ارتباط داره و با شما با او ارتباط داشته باشید، این که هنر نیست. هنر در این است که کسی با شما ارتباطش رو قطع کرده، شما ارتباطت رو وصل بکنی. هنر در این است. وگرنه نیکی رو که هر انسان خوبی نیکی رو نیکی پاسخ میده و کی نیکی رو با بدی پاسخ میده. هنر در این است که کسی بدی را با نیکی پاسخ بده در بین خویشاوندان خودش. مرحله دوم، الله متعال میفهمد و اتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى. موضوع دوم یتیم ها هستند. یتیم در لغت به معنای تنهاست و در اصطلاح به کسی گفته می شود که قبل از سن بلوغ، قبل از اینکه به سن بالغ شدن برسه، پدر خود را از دست داده است. از لحاظ شرعی، اصطلاح شرعی، یتیم به کسی گفته می شود که قبل از اینکه به سن تکلیف برسه و بالغ بشود، چه پسر چه دختر، پدر خود را از دست داده است. این انسان، کسی که پدر خود را از دست میده، پدر ستونی است که تکیه‌گاه خانواده است و پدر کسی است که بالاخره وجود پدر در یک خانواده سبب میشه تا فرزندان احساس آرامش بکنن. این به این معنی نیست که مادر نقشی ندارد در خانواده. مادر محبت دارد، مادر احساس و عاطفه دارد بیشتر از پدر، اما پدر است که مدیر خانواده است. پدر است که در یک خانواده میتونه که جلوی مشکلات، جلوی سختی ها، جلوی دشمنی ها رو بگیره، کار میکنه، تلاش میکنه، زحمت میکشه، بیرون میره و خرج مخارج خانواده رو با عرق جبینش دست میاره، با پینه های دستش کار میکنه و میاد و برای اونها در میاره این چیزها رو. چه بسا بسیار از خانواده‌ای هستن که وقتی پدر فوت کرده و مادر جوانی است، خصوصا ما وقتی صحبتی از یتیم میکنیم، دختر و پسری رو صحبت میکنیم که به سن تکلیف نرسیدن، یعنی کودک هستن، بی معنی است که مادرشون هنوز جوان هست و این مادر ازدواج میکنه با شوهر دیگری و شوهر جدید با فرزندان همسرش رابطه خوبی نداره. و همین خاطر است که میگوین یتیم در اصطلاح شرعی به کسی است که پدر رو از دست داده. چون مادر خیلی وقتا مادر هست ولی این مادر ازدواج میکنه، مرد دیگری داخل خانه میاد که اون مرد از فرزندان این زن خوشش نمیاد. از این بچه‌های یتیمی که پدرشون از دست دادن، شوهر مادرشان از این بچه‌ها خوششون نمیاد و با اینها رابطه خوبی ندارن. یتیم اون کسی است که پدرش رو از دست داده.
یتیم رو وقتی در قرآن کریم ما نگاه میکنیم، آیات فراوانی درباره یتیم آمده است. خود رسول الله علیه السلام رحمه الله میفرماید که الم یجدک یتیما فآوی در سوره ضحی، آیا الله متعال تو رو یتیم نیافت و تو رو سرپناه نداد؟ رسول الله علیه السلام وقتی به دنیا آمد از پدر یتیم بود، در 6 سالگی مادر رو هم از دست داد. رسول الله علیه السلام 6 ساله بود که نه پدری داشت و نه مادری داشت و نه خواهری داشت و نه برادری داشت و بهتر از هر کسی میدانست که یتیم بودن چیست و درد یتیمی رو میکشید. به همین خاطر الله متعال فرمود فاما الیتیم فلا تقهر، یتیم رو از خودت نران، بر یتیم ظلم و ستم نکن، نشود که یتیم رو از خود برانی. الله متعال در سوره مبارکه ماعون میفهمد ارایت الذی یکذب بالدین، آیا ندیدی کسانی رو که تکذیب میکنن روز قیامت رو، کافران رو؟ اولین صفتی که از کافران ذکر میکنه فذلک الذی یدعو الیتیم، کافر همون کسی است که اولین صفت زشتی رو که از اونها ذکر میفرماد که اینا کسانی هستند که حق یتیم رو میخورن و یتیم رو ظلم و ستم میکنن و از پیش خود میرانن. و باز درباره خوردن مال یتیم الله متعال میفرماید ان الذين یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، کسانی که مال انسان‌های یتیم رو، اطفال یتیم رو میخورن، اینها در حقیقت آتش میخورن. و باز در سوره مبارکه انعام آیه 152 و در سوره مبارکه اسراء آیه 34 میفرماید ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هی احسن حتی یبلغ اشده، حق ندارید به مال یتیم دست دراز بکنید مگر به بهترین وجه ممکن. مال یتیم رو چپاول نکنید، مال یتیم رو به تاراج نبرید. ای وارثان کسی که از دنیا رفته است، مال فرزندان او رو نخورید. برادر شما فوت کرده، نشود که شما عموی ظالمی برای یتیم‌های برادر خود باشید. ظلم نکنید در حق یتیمان و برادرتان، در حق کسانی که از دنیا رفتن، فرزندان از اونها باقی ماندن. شما هم فرزندانی دارید و میمیرید و همین رابطه با شما هم تکرار خواهد شد، همین رفتار با فرزندان شما هم تکرار خواهد شد. با فرزند یتیم الله متعال میفرماید ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هی احسن، مال یتیم را اصلا بهش نزدیک نشید مگر اینکه هدف خیر داشته باشید، بخواد برای اونها تجارت کنید، برای اونها مالشون رو رشد بدید، مالشون رو محافظت بکنید. و اتوا الیتامی اموالهم، بعد میفرماید مال یتیم ها رو به اونها بدهید، به یتیم رسیدگی بکنید. یتیم در قرآن کریم آیات فراوانی درباره یتیم وجود دارد که به ما امر میکنه که یتیم رو گرامی بداریم، یتیم رو گرامی بداریم و تکریم بکنیم و احترام بکنیم و خدمت بکنیم. و در قرآن کریم وقتی میبینیم الله متعال 2 پیامبر الهی رو میفرستد، موسی کلیم الله با اون عظمتش و با اون جایگاه و شأنش، موسی علیه السلام رو با خضر که تعبیر درسته، حالا خضر معروف هست پیش ما و شما نامش خضر، تعبیر درستش خضر هست، خضر علیه السلام که یک پیامبری بود و موسی علیه السلام رو الله متعال فرستاد تا از این پیامبر الهی یاد بگیرد، موارد رو یاد بگیرد. 2 پیامبر الهی رو الله متعال میفرستد که این 2 پیامبر الهی میروند تا خدمتگزار یتیم هایی باشند که پدر اونها از دنیا رفته و انسان صالحی بوده است و اون دیوار رو راست کردن، چون زیر این دیوار گنجی پنهان کرده بود. پدر اینها، پدر این 2 یتیم وقتی که از دنیا میرفتن و از دنیا میرفت، این قبل از وفاتش اینها رو در زیر این دیوار دفن کرد تا روزی بالاخره پدر فرزندان او بزرگ بشن و این مال خود رو به دست بیاورن. الله متعال 2 پیامبر الهی رو فرستاده تا به یتیم‌ها خدمت بکنن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود انا و کافر الیتیم کهاتین فی الجنه، یعنی انگشتای مبارکش رو، این 2 تا انگشت وسط رو کنار هم قرار داد. فرمود که من و کافر یتیم، کسی که کفالت یک یتیمی رو به عهده میگیره، سرپرستی یک یتیمی رو به عهده میگیره، من و اون در جنت اینطور هستیم کنار هم. به این نزدیکی در بحث یتیم ها هر چقدر که میتونید کار بکنید، در رسیدگی به یتیم ها هر چقدر که میتوانید خرج بکنید، در رسیدگی به یتیم‌ها، در رسیدگی به نیازهای اونها، در نیازهای مالی اونها، در تامین غذای اونها، در تامین پوشاک آنها، در تامین مایحتاج اونها، در تامین جایی برای سرپناهی برای اونها، اگر مادری دارن و مادر اونها که بیوه است، در رسیدگی به بیوه. و رسول الله علیه السلام فرمود الساعی علی الارمله والمساکین کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که تلاش میکنه برای حل مشکل یک زن بیوه‌ای که یتیم‌هایی دارد، زن بیوه‌ای که شوهر خود را از دست داده و یتیم‌های او، و کسی که برای مساکین تلاش میکنه به مانند مجاهد در راه الله متعال است، به مانند کسی است در ادامه حدیث فرمود که شبها تا صبح عبادت میکنه و روزها تا شب روزه میگیره. اون عبادت است. رسیدگی به دیگران، اینا هر کدوم یک باب بزرگ عظیمی از عبادت است. رسول الله علیه السلام میفرماید کسی که به یتیم رسیدگی بکنه، من و اون در جنت این 2 تا کنار هم هستیم، به این شکل هستیم.
کمک بکنیم به دارالایتام هایی که هستند، کسانی که یتیم ها رو سرپرستی میکنن. خوشا به حال کسانی که این افتخار و سعادت نصیب اونها شده، این باب خیر نصیب اونها شده تا به یتیم ها رسیدگی بکنن. به یتیم ها رسیدگی بکنیم. اگر میتونید یتیمی رو، طفل شیرخواری رو بیارید داخل خانه خودتون، خصوصا عزیزانی که مطالبه ها فرزندی عنایت نکرده و او رو سرپرستی بکنن، این کار رو حتما بکنید. برای نزدیک شدن به رسول الله علیه السلام در جنت. رسول الله علیه السلام فرمود هر کسی که این کار رو بکنه به من نزدیکتر، هر چه به یتیم ها رسیدگی بیشتر بکنی، جایگاه خودت رو نزد رسول الله علیه السلام در جنت به او نزدیکتر کردی. و رسیدگی بکنیم به یتیم ها به شکل‌های مختلف. کسانی که میتونن یتیمی رو سرپرستی بکنن، کسانی که میتونن در دارالایتام ها مشارکت بکنن، در تعلیم اونها، در تربیت اونها، در رشد اونها، در حفظ اونها. یتیم رو باید سرپرستی کرد. یتیم در جامعه ما نباید یتیم بدون سرپناه بماند، نباید گرسنه بماند، نباید بدون لباس بماند، نباید بدون تعلیم بماند، نباید احساس بکنه که دیگران پدر دارد و او پدر ندارد. یتیم رو رسیدگی بکنیم. خصوصا عزیزانی که فرزند دارن، خودتون رو بگذارید جای اون کس فرزند خودتون. یک لحظه تصور بکنید که شما از دنیا میرید. یک لحظه تصور بکنید شما از دنیا رفتید و چه انتظاری دارید دیگران با فرزند شما رفتار بکنن. همین رفتار رو با دیگران داشته باشید. یتیم ها رو از خود نرانیم. فاما الیتیم فلا تقهر. یتیم رو از خود نران، سرش داد نکش، حقش رو نخور، بهش رسیدگی بکن، بهش کمک بکن، بهش محبت بکن، برای او پدری بکن، برای او مادری بکن. یتیم رو به او رسیدگی بکنیم، به یتیم برسیم. الله متعال میفهمد به یتیم ها رسیدگی بکنید. علی حب و اتى المال علی حبه ذوی القربى والیتامى. یتیم ها رو فراموش نکنیم. والمساکین. سومین دسته رو که الله متعال ذکر میفهمد بعد از خویشاوندان که بالاخره هم صله رحم هست، هم انفاق و صدقه هست برای اونها، از بقیه اولاترن، بعد یتیم هست. چون یتیم کسی رو نداره که به او رسیدگی بکنه. یتیم ضعیف است، یتیم یک کودک است، یک طفل است و احساس تنهایی میکنه، احساس پریشانی میکنه، احساس ناراحتی میکنه. یتیم ها رو دریابیم، یتیم ها رو برسیم باشن. ولی مساکین، و به مساکین رسیدگی کنید. مساکین از کلمه سکون گرفته شده، یعنی سکون یعنی آرامش، آرام، یک جای نشست. مسکین در قرآن کریم ما یک تعبیر مسکین داریم، یک تعبیر فقیر داریم. مسکین کسی است که خرجش بیشتر از دخلش، یعنی مخارج زندگی او بیشتر از درآمد او است. و فقیر کسی است که باز وضعیتش پایین‌تر از مسکین است. انما الصدقات للفقراء والمساکین. لمتون میفهمد زکات رو وقتی که مصادر خرج زکات رو برای ما مطرح میفرماید، مواردی که زکات باید برای اونها داده بشه و خرج بشه، اول فقیر رو میآورد بعد مسکین رو. اینجا وقتی صحبت از مسکین میکند که وضعش بهتر است نسبتا به فقیر، به طریق اولا فقیر رو هم در بر میگیره. یعنی وقتی شما به مسکینی که یک مرحله بالاتر از فقیر هست رسیدگی میکنید، به طریق اولا به فقیر باید رسیدگی بکنید. مسکین کیست؟ مسکین کسی است که این انسان خرجش، مخارجش بیشتر از درآمدشه. خیلی ساده. در قرآن کریم ما در داستان موسی علیه السلام و خضر علیه السلام یک حکایت کشتی رو داریم که شکسته شده و خضر علیه السلام در پایان داستان میفهمند و اما السفینه فکانت لمساکین. کشتی برای انسان‌های مسکینی بود که پولشون رو جمع کرده بودن، کشتی خریده بودن. بعضی وقتا ما ظاهر زندگی یک فردی رو می‌بینیم، لباس مرتبی داره، احساس می‌کنیم وسایل زندگیش مرتبه و فکر می‌کنیم که ماشینی هم زیر پاش هست، حتی در این تا این مورد حتی مواردی پیش میاد، اما مسکین هست. نمی‌دونیم که این وسایل خونه رو کسی دیگه‌ای براش خریده، نمی‌دونیم که این ماشینی که دستش هست مال دوستشه، فلان دست این هست. این مورد که ما ظاهر زندگی افراد رو ببینیم، حکم بکنیم، این تصور درستی نیست. الله متعال برای ما صحبت از یک مجموعی میکنه از انسان‌ها که بخش بزرگی از جامعه ما هستن. مسکین کسی است که خرجش بیشتر از دخلشه، درآمدش کمتر از خرجشه و این انسان عفت نفسش، شخصیتش، اون لطافتی که دارد و عزت نفسی که دارد، بو اجازه نمیده دست دراز بکنه جلوی دیگران. خیلی جاها سختی رو تحمل میکنه، مشکلات رو تحمل میکنه، گرسنگی رو تحمل میکنه، نداری رو تحمل میکنه، اما پیش کسی رو نمیاندازه. این مسکین است. مسکین این هست. رسول الله علیه السلام وقتی مسکین رو برای ما معرفی کرد گفت فرمود مسکینی نیست که شما
نیاز به یک لقمه یا لقمه شما داشته باشه که شما یک خرمای بوش بدید یا 2 تا خرمای بهش بدید، یک لقمه یا 2 لقمه بو بدید. مسکین کسی است که عزت نفس او سبب شده است که دست پیش کسی دراز نمی کند. به این آیه شریفه را خواند که احصروا فی سبیل الله لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. انسان ناآگاه از روی عفت نفسی که این فرد دارد گمان میکنه که این انسان ثروتمند و غنی است و بی‌نیاز است. این مسکین است. هر کسی از ما وظیفه داره که دور بر خودش رو نگاه بکنه و مساکین دور بر خودمون رو بررسی بکنیم و نگاه بکنیم کیست. هر کسی دور خانواده خودش، دور بر خودش، دوستان خودش، همسایه‌های خودش هستن افرادی که میشه با یک بررسی کرد که خب این آقا درآمدش انقدره، مخارجش انقدره، کرایه خونه‌ش انقدره، خرج چی و چی و چیش انقدر است. این انسان مسکین است. او مسکین است. کسی که دارد، ثروتمند است، توانمندی داره، وظیفه شرعی اوست که به این انسان رسیدگی بکنه. این آزمایشی است برای این فرد. عدم مثال این مسکین رو وقتی انسان خبر میشه که مسکینی وجود داره، این رو وسیله‌ای برای آزمایش این انسان مالدار و ثروتمند قرار داده است. اونها رو به اونها رسیدگی بکنیم. و بسیارن افرادی که مسکینن در جامعه ما. و مسکین اون کسی است که دست دراز نمیکنه، طلب نمیکنه خودش. اما شما شاید از ظاهرش هم احساس نکنید که مسکین است، اما در حقیقت زندگیش وقتی که میرید در زندگی او میبینید که واقعا این خرجش بیشتر از دخلش است. نه که اسراف بکنه، نه که بریز به پاش بکنه، در همون مایحتاج اولیه زندگی خودش مانده. این مسکین است. دیدمون رو نسبت به اطرافیانمون متفاوت، یک کمی تغییر بدیم، با یک دید دیگری نگاه کنیم. چون فلانی چیزی از ما نخواسته تا حالا نگفته، فلانی آقا خبر داری فلانی وضعش خوب نیست؟ نه، اون که تا حالا به نظر نمیاد وضعش خوب نباشه، چیزی نگفته، چیزی نخواسته، قرار نیست که حتما بیاد دست دراز بکن. الله متعال میفرماید و اتى المال علی حبه. انسان‌های متقی و مؤمن، کسانی که صاحب مال هستند، از ویژگی‌های آنها این است که به خویشاوندان، به یتیمان، به مساکین کمک میکنن. دسته بعدی، دسته چهارم الله متعال میفرماید و همچنین کمک کردن به وابن السبیل. همچنین وابن السبیل، کسی که در راه مانده است. ابن سبیل، ابن یعنی پسر، سبیل یعنی راه، بچه راه. این تعبیر برای کسی استفاده می شود که خودش در سفر مالش رو گم میکنه، مالش رو دزد میزنه، مالش گم میشه، مالش تموم میشه، کارتی داره، کارت بانکی داره، کارت خراب میشه و الان در سفره، در کنار خانواده خودش نیست، در شهر و دیار خودش نیست، در سفر و در سفر الان نیازمند مال است، در شرایطی قرار گرفته که الان نیازمنده. از اونجایی که این در مسیری قرار گرفته که هیچ کسی رو اونجا نداره، انگار که فرزند راه است. این خاطر به او وابن السبیل اطلاق شده است. وابن السبیل، تنها مانده در راه. وابن السبیل، کسانی که در راه ماندن. قدیم‌ها یک عادت خوبی رو آبا اجداد ما شما داشتند و گذشتگان ما که در هر منطقه کاروانسراهایی بوده است، در هر منطقه میهمانسراهایی بوده است. حداقل مساجد هر منطقه درش 24 ساعت باز بوده به روی مسافران و در داخل مسجد آبی، خرمایی گذاشته می شده که حداقل اگر مسافری می آمد، اگر کسی راه گم می کرد، اگر کسی جایی نداشت می آمد اونجا، داخل همون مسجد حداقل می خوابید. اونجا خرمایی بود که بخوره، گرسنگیشو مقداری برطرف بکنه، آبی بود که بخوره. این عادت و عرف رو ما باید ادامه بدیم. ما بعد کسانی رو که در منطقه ما وارد میشن، در شهر و قریه و روستای ما وارد میشن و اونجا غریب هستن و میبینیم واقعا این غریب است، مشکلی براش پیش اومده، اتفاقی پیش اومده، فکر نمیکنه انقدر مخارجش باشه، پول با خودش نیاورده یا نداشته یا نداره اصلا. اما احیانا هستن کسانی که واقعا ندارن، الان نداره ولی در اصل داره، آدم پولداری است، الان در شرایطی بند مانده، در شرایط مونده، تو ملک خودش نیست، در غربته، در سفره، در هجرته، سفر کرده به کشور دیگری، الان به هر دلیلی در کشور خودش ملک داره، زمین داره، ثروتمنده، ولی امکان دسترسی به اون رو نداره. به اینها باید کمک کرد. کسانی که در راه مانده‌اند، اینها رو از یاد نبرید. و اتى المال علی حبه ذوی القربى، خویشاوندان، و الیتامی، یتیم، و المساکین، مسکین، و ابن السبیل، چهارم. پنجم، و السائلین، کسانی که سوال میکنن، درخواست میکنن، میطلبن، فقیر، گدا. به تعبیر امروزی ساده ما شما میگیم گدا. سائل از سوال میاد، کسی که میپرسه،
یک چیزی رو طلب میکنه، یک چیزی رو که میخواهد، دست دراز میکنه. سائل و سائلین، نیازمندان، کسانی که طلب میکنن، دست دراز میکنن و از شدت نیاز این فرد در زندگی او رو به جایی کشانده که دست دراز میکنه. و عجیب است که الله تعالی اول مسکین رو ذکر کرد، بعد سائل رو ذکر کرد. مسکین اون کسی است که دست دراز نمیکنه. به همین خاطر چون دست دراز نمیکنه خیلی‌ها از حال او بیخبرن. چون خیلی‌ها از حال او بیخبر هستن، او رو در اولویت قرار داد الله متعال. مسکین رو قبل از سائل ذکر کرد. سائل کسی است که دست دراز میکنه. چون دست دراز میکنه مردم خبر میشن خب فلانی داره طلب میکنه، رسما مشکل داره. احتمال اینکه کمک به او بشود بیشتر است نسبت به مسکین. به همین خاطر الله متعال اول مسکین رو ذکر کرد. وقتی شما میخوای کمک بکنی، مسکین ها رو اولویت بده نسبت به کسانی که سائلن و دست دراز میکنن. سائل کسی که دست دراز میکنه. کسی که دست دراز میکنه و اما السائل فلا تنهر. قرآن کریم میفهمد که کسی که دست دراز کرد پیش تو، چیزی از تو خواست، او را از خود نران. میتونی بهش چیزی بدی بده. اما یک سوال، خیلی ها این سوال رو مطرح میکنن. خب الان برخی برای اونها در مناطقی خصوصا شهرها یک عده‌ای متاسفانه گدایی برای اونها شغل شده. گدایی برای اونها یک شغلی شده. طرف به عنوان یک شغل به این نگاه میکنه. اصلا همیشه این کارو میکنه. اولا رسول الله علیه السلام فرمود که هر کسی که بدون نیاز دست دراز میکنه و گدایی میکنه در حقیقت آتش میخورد، اخگر میگیرد، زغال آتشین میگیرد. و در روایت دیگری فرمود کسی که بدون اینکه نیاز داشته باشه هی دست دراز میکنه و آبروی خود رو جلوی دیگران میریزانه و دست دراز میکنه و گدایی میکنه و نیاز نداره. کسانی که گدایی رو شغلی کردن، نیازمند نیست ولی دراز میکنه دست خودش رو، آبروی خود رو جلوی این و اون میبره. این انسان روز قیامت هم طوری حشر میشود که گوشت های صورت او میریزد. چون خودش در دنیا آبروی خود رو برد، روز قیامت هم گوشت صورت او، همونطور که آب صورت او آبروی او میریخت، گوشت روی او هم میریزد. بر رسول الله علیه السلام بسیار تهدید سختی کرده است که انسان تا مجبور نمیشه دست دراز نکنه جایی. اما کسانی که دست دراز میکنن چند حالت بیشتر نداره. یا این انسان واقعا انسان نیازمندی است و محتاج است، خب باید به کمک کرد. و اما السائل فلا تنهر. الله متعال میفهمد شما کسی دست دراز کرد، به کمک کنید. واقعا انسان مطمئن میدونه که این فرد شخصیتی است که میشناسه، یا تو محل است، یا آشنا است، یا از زندگیش خبر داره، یا از شکل و شمایلش احساس میکنه که واقعا انسان نیازمند است. به کمک بکن. گروه دوم گروهی هستن که دست دراز میکنه اما انسان میدونه که این شغلش هست، شغلش همینه. یک روز، 2 روز، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال طرف صحیح و سالم همینجا نشسته. میریم شما در این منطقه رد میشی، همیشه همینجاست، این همیشه همینجاست، همیشه یک کاغذی دستش هست یا هر وسیله دیگری برای جذب احساسات مردم و تحریک احساسات مردم. این دیگه شغل براش، این شغل برای این فرد. به این نباید کمک کرد. اما نباید کمک کرد هم به این معنی نیست که وانه بهش فوش بده، نفرین بکنه، به حرف تند بهش بزنه، برو گم شو و نه، کلا واش. و اما السائل فلا تنهر. قرآن فرمود کسی دست دراز میکنه شما او رو از خود به بدی نرانید. نهایتش اینه که با محبت بهش یک لبخندی بزن، از کنارش رد شو، چیزی بهش نده. تمام. موضوع این است شما چیزی بهش نده، او الله به شما بدهد، الله کمکت بکنه، یک دعای خیلی براش بکن و گذر کن و برو. این موضوع دوم است. موضوع سوم گروهی هستن که انسان نمیدونه حالا واقعا این انسان نیازمند هست یا نیست. اون دیگه بر اساس خود فرد، اگر واقعا در دلش احساس کرد که این نیازمند است بهش بده، اگر احساس کرد که نیازمند نیست باز مثل گروه دوم است کنارش رد بشه و بره. مهم این است که ما در تعامل ما نسبت به کسی که پیش ما دست دراز میکنه، چیزی از ما میخواد، او رو حرمت انسانی او رو رعایت کنیم. اگر چیزی میخوای بهش بدی بده. اما اگر دیدی واقعا این انسان کارش همین است، نباید بهش کمک کرد. چون او رو کمک نکنیم برای یک گناه. این گناه است. انسان نیاز نداشته باشه و بیاد دست دراز بکنه و احساسات مردم رو تحریک بکنه تا بخواد از اونها چیزی بگیره.
کمک نکنیم. شما میبینید کسی معتادی است کنار خیابان، معتاد است، قیافش معلومه. الان پول بهش بدید، اینو دود میکنه. پول بهش نده. میگه آقا پول بده غذا بخرم. برو براش غذا بخر. برو براش غذا بخر. میگه برای من لباسی بخر. برو براش لباس بخر. پول بهش نده. پول بهش نده تا دود بکنه. تا تو هم شریک جرم او بشی. بس در تعامل با سائل باید زیرک بود. بعد انسان احساس بکنه که کاری بکنیم که نیازهای او برطرف بشه، نیازهای درست و نیازهای حلال و سالم او. کمک نکنیم به گناه او. کمک نکنیم اگر در مصیبت، در بیماری هست، مثل اعتیاد مثلا، در گناهی هست، با گناهش ادامه بده. نه، او رو کمک بکنیم بکشیم از اون فضا بیرون. الله متعال میفهمد که به سائل کمک بکنید در حد توانید. گروه پنجم: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين و آخرین نفر و فی الرقاب. فی الرقاب کسانی که در بندند. بند، رقاب از رقبه میاد، بندی که به گردن میاد. کسانی که در بندند. قدیم برده ها بودند، الان اسیران هستند و الله متعال ما رو امر میکنه کسانی که به خاطر یک مشکل مالی احیانا به زندان میافتند. یک انسانی چکش برقیش خورده به زندان افتاد. و بسیار داریم از این موارد. کسانی به خاطر یک مشکل مالی در بند اسیر شده، زندانی، اسیر، حتی اسیری که دشمن هم باشد. در سوره مبارکه انسان الله متعال میفرماید و یطعمون الطعام، از صفات مؤمنین، و یطعمون الطعام علی حبه، با وجود اینکه خودشون به غذای شدیداً نیاز دارن، باز هم اون رو میدهن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، به مساکین، به یتیمها، به اسیر کمک میکنن. اسیر کیه؟ اسیر کسی که در جنگ با مسلمانان برای کشتن مسلمانان آمده و اسیر شده. دشمن است، دشمن. اما دشمن وقتی دست شما اسیر شد، باید بهش غذا بدی، بهش آب بدی، بهش رسیدگی بکنی، نیازهای او رو برطرف بکنی. دارو میخواد دارو بهش بدی، لباس میخواد لباس بهش بدی، جای برای استراحتش باید براش فراهم بکنی. این اخلاق اسلام است. و ولی شما در هیچ مکتبی نمیابید چون این اخلاقی رو که امر کرده باشه که شما با اسیری که دشمن شماست برای کشتن شما آمده معامله خیر و نیک باید بکنی. حق نداره او رو شکنجه بکنی، حق نداره او رو تحقیر و توهینش بکنی. اون قضا باید اسیر شده دیگه، الان در جنگ تسلیم شده، تمام. نیازهای او رو برطرف بکنی. و فی الرقاب، یکیش اسیر است، یکیش در بند، زندانی هایی که به خاطر مال، به خاطر پول، میشه با پولی مشکلش رو حل کرد، به زندان افتاده. الان قتل خطایی کرده، احیانا مثلا دیه بریدن براش نتونسته بده، مشکلی پیش آمده، اشتباه کرده، پشیمانه. خصوصا کسانی که اگر اشتباهی کردن پشیمانن از این اشتباه خودش، نیاز به کمک داره تا از این بند خارج بشه. در بنده چه که برگشتی داره، به اینها کمک بکنیم. الله متعال برای ما در بخش دوم این آیه بر عظیم صحبت از همبستگی اجتماعی میکنه. صحبت از این میکنه که توی مسلمان در جامعه خودت نباید بیخیال باشی، بی تفاوت باشی. خصوصا اگر الله متعال به تو مالی داده است، توانمندی داده است، این مال رو ذخیره نکن برای بعد مرگت. مال بعد از مرگ تو مال تو نیست. مال بعد از مرگ تو برای تو نیست، برای دیگران است. آنچه برای توست در این دنیا خرج کن برای خودت. اگر میخوای برای خودت چیزی پس انداز بکنی، در همین دنیا پس انداز کن. آنچه برای خویشاوندانت خرج میکنی بدون منت، آنچه برای خویشاوندان، برای یتیمها، برای مساکین، برای درمانده ها، برای سائلین، برای فی الرقاب، آنچه که در این آیه ذکر شد، آنچه خرج میکنی برای رضای الله متعال، بدون منت گذاشتن، بدون اینکه فردا بگی من برات این کار کردم، جنگت بشه، دعوا بشه، با زنگ بزنی فلانی مسعود توقع نداشتم، من برات این کار رو من برات تو کرده بودم، چون این باطل میکنه اون عبادت رو. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. صدقات خود را، انفاقهای خود را با منت گذاشتن، با آزار و اذیت کردن اون کسی که به او کمک کردید باطل نکنید. فقط برای الله متعال این کار رو انجام بده. حتی الله متعال میفرماید وقتی که به مسکین، یتیم و اسیر غذا میدن، مؤمنان میگن لا نريد منکم جزاء ولا شکورا.
ما شما هیچ جزایی نمیخوایم، هیچ شکری هم نمیخوایم. حتی به فقیری کمک میکنی، به مسکینی کمک میکنی، به یتیمی کمک میکنی، به خویشاوندی کمک میکنی، به هر کسی که کمک میکنی، نگو برام دعا کن. همین رو هم ازش نخواه. ازش نخواه برای تو دعا بکنه، چون تو پول دعا کردن ندادی، تو به خاطر رضایت الله متعال دادی. نشه که در برابر این پاداش کار خیرت فقط همون دعا رو روز قیامت داشته باشی و بس. کار خیرت رو مقدمه برای دعا خواستن نکن. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. نه هیچ اجر پاداشی از شما توقع داریم، نه شکری. حتی نگو برام دعا کن، برام دعا کن. خیلی بابه، چون خیلی جاها گفته میشه یک کمکی کسی میکنه میگه برام دعا کن. این رو هم نگو. فقط به خاطر الله متعال. حتی برای دعا خواستن هم کمک نکن. کمک بکن، هیچ چی ازش نخواه. اون اگر دعای خیری کرد بگو آمین. اما خودت نخواه ازش، هیچ چی نخواه ازش، هیچ چی. حتی دعا. فقط به خاطر الله متعال این کار بکن، به خاطر خودت. این احسنتم لانفسکم. هر کار خیری بکنی برای خودت کردی. اگر کسی رو شیئی دادی برای خودت ذخیره کردی. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. آنچه نزد شما میماند نابود میشود. آنچه میفرستید نزد الله متعال باقی میماند. مال تو آن چیزی است که فرستادی پیش الله متعال. انفاق کردی، بخشیدی به نیت عبادت. نه آن چیزی که در قاب صندوقت ذخیره کردی، نه آن چیزی که در حسابهای بانکی خودت داری، نه اون زمین ها و ملک و سرمایه‌ای که دل خوشی به اونها. اینا مال تو نیستن. تو میمیری و میری، کفن تو هیچ کدوم از اینا رو با خودش نمیبره. کفن تو نه جایی برای درهم و دینار تو داره و دلار و یوروی تو و سکه و طلای تو و نه زمین و ملک تو. سرمایه تو از این دنیا 2 متر قبر است و بس، با 2 تا کفن. هیچ چیزی با خودت نمیبری. هیچ دلخوش نکن. اگر تو در زندگی برای آخرت خودت خرج نکردی، هرگز انتظار نداشته باش دیگران بعد از مرگ تو برای آخرت تو خرج کنند. هرگز این کارو نخواهند کرد. برای خودت خرج کن. برای آخرت خودت خرج کن. برای خانواده خودت خرج کن. برای نزدیکان خودت خرج کن. بخیل نباش. بخل نکن. اینها نمیمونه برای تو. آنچه که الله متعال به تو داده، شکر او رو به جا بیار و شکر او به جای آوردن این هست که به نیازمندان اطرافت کمک بکنی. صدقه جاری از خودت بگذار. نسلی تربیت بکن، به یتیمان برس، به خویشاوندان خودت برس، به مساکین برس، به نیازمندان برس. الله متعال من و شما توفیق بده تا بتوانیم اینها رو در زندگی عملی بکنیم. هر کسی به اندازه خودش. هر کسی به اندازه خودش. و باز کردم هر کسی وضع مالیش سخت‌تر، انفاق و اجرش بیشتره. شما بعضی وقتا پیش میاد که کل پولی که در جیب داری 1000 تاست. الان اگر 100 تاشو بدی 10% مالتو دادی. در حالی که اگر 1 میلیاردر 1 میلیون بدی 1,000,000 مالشو داده. اجر پاداش اون 100 تای تو از میلیون و اون بیشتر است نزد الله متعال. چون تو این 100 تا برای تو 10% کل ثروت تو است. برای اون میلیونش از میلیارد میشه 1,000 مالش. اینو فراموش نکنیم. انفاق و صدقه فقط برای ثروتمندان نیست، برای همه است. هر کسی به اندازه توانش. هر کسی به اندازه توانش کمک بکنه به دیگران، ولو اینکه شما یک لبخندی بزنید در صورت دیگران، ولو اینکه یک نصف خرمایی رو به دیگران ببخشید. همونجوری که رسول الله علیه السلام فرمود. یاد بگیریم که دین ما فقط نماز و روزه و زکات نیست، بلکه این اخلاق بخش بزرگی از دین ماست. رسول الله علیه السلام فرمود که بهترین شما روز قیامت و نزدیکترین شما به من روز قیامت خوش اخلاق ترین شماست. تا دیگر هم شما صبران برای متعال میسپارم. الله یارو نگهدارت. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند، با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.